سلام دوستان عزیز، اینا هم یه تعدادی سکه های خاصه که هر کدومش مال یه جایی و یه دورانی کشوریه. خوشحال میشم اگر این سکه ها رو میشناسین و میدونین که مال کدوم کشوره به منم بگین لطفا. قشنگ نشون بدم هم ازشو که اربع قروش. این یکی مال کشور خودمون انگار یا صاحب از زمان. آره، ولی اون یکی نه ایرانی نیستن. حالا تو پست بعدی پشت همین سکه بارم بهتون نشون میدم، اون رو هم نگاه کنید. اگر سابسکرایب کنید پست یه خوبی براتون میذارم از سکه هایی که دارم. یه جور حس نوستالژی قشنگی به آدم دست میده. پست بعدی سکه های خودمونه، من قدیمیاش. ببینی لذت میبری، امتحانش ضرر نداره.